تلگرام کانال افسیا کره بوتکه به پلیس شهر انچخون کره جنوبی خبر داد که روز 3 آگوست سال 2023 ساعت 11:50 دو شهروند تاجیکستان یک دکان صرافی را در شهر پخیونتخک واقع در کناره‌های جنوبی انچخون غارت کردند. لحظه فرار غارتگران به دوربین ویدیو کامرای نظارتی افتاده است. بنا به معلومات پلیس انچخون، غارتگران خود را مشتری وانمود کردند و وقتی که زن 60 ساله که در این دکان صرافی کار میکرد به خبر از نقشه و نیت‌های آنها در سیف را گشود، آنها با تهدید از سلاح زن بیچاره را مجبور کردند که $8,000 پول نقد را به آنها بدهد. غارتگران با این غنیمت به یغما بردهشان به یک ماشین جیپ رنگش سفید نشسته از جای حادثه فرار کردند. ماشین را پلیس تقریبا 20 کیلومتر دورتر از محل حادثه پیدا کرده است. معلوم شد که ماشین را مخصوصا برای این کار از پیش دزدیده بودند. پلیس بر اساس تحقیق ثبت‌های ویدیو کامراهای نظارتی شخصیت گمان شوندگان را معاین کرده الکی روز 31 آگوست ساعت 0:40 یکی از آنها شهروند 34 ساله تاجیکستان را در فرودگاه انچخون زمان دستگیر کردند که او میخواست کشور را ترک کند، اما شریک او الکی نیمه دوم امان روز 3 آگوست همگی 5 ساعت بعد غارت دکان صرافی با هواپیما به شهر تاشکند پایتخت ازبکستان فرار کرده است و باور می رود که الکی خود را به تاجیکستان رسانیده پنهان شده است. پلیس او را توسط اینترپل تحت جستجوی بین المللی قرار داده است. پلیس انچخون گمان میبرد که در این جنایت با 3 زاده دیگر تاجیکستان نیز دست داشتند. آنها را صبح 31 آگوست ساعت 9:30 در فرودگاه دستگیر کردند. در سالهای آخر صدها مهاجر از تاجیکستان برای مردکاری به کره جنوبی می روند. آنها می گویند که در اینجا نسبت به روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر معاشها بلندتر است. تا کنون شهروندان تاجیکستان در کره جنوبی با قانونشکنی‌های خرد و ریزه اساساً برای ویران کردن قاعده‌های مهاجرت به دست می‌افتادند. این بار اول است که شهروندان تاجیکستان را در کره جنوبی به صادر کردن چنین جنایت سنگین یعنی غارت دکان صرافی عیبدار می‌کنند.